کرد ترکیه هستم، فارسی یاد گرفتم. برای من خیلی مهمه. نفسم، زندگیم حضرت مولانا میفهمم. اصلا زبانتان کردی است؟ زبان مادرم کرده، فقط من ترکیه زندگی کردم، یاد گرفتم. فارسی دنیا اومدم الان. من میدونم که فارسی دنیا اومدم. یعنی فارسی خودتان یاد گرفتید؟ خودم تلاش کردین؟ 6 ماه تلاش کردم، خدا قسمت کرد. آفرینتان. مدرسه نرفتم. دلیل یاد گرفتن فارسی چی بود؟ چرا خواستین فارسی یاد بگیرید؟ روح هم خیلی باور میکنی که مثل زبان حضرت مولانا خیلی مهمه. من کردی مثنوی خوندم، ترکی خوندم، کیف نکردم. ببخشید من خیلی لذت نداشت برات در مورد مولانا آنچه خوندید. و فارسی چطور؟ فارسی من مثلا چیز میشم، مست میشم، دیوانه میشم. اینقدر من یه لحظه میخونم، من یک هفته وایسا میکنم. اینقدر منو لذت میده. من بسیار عاشق حضرت مولانا